به نام خدا. امروز 5 شهریور 1399 به اتفاق نماینده محترم جناب آقای فرماندار عزیز و جناب آقای دکتر ملتی کشت آویشن دارن به صورت مکانیزه و آبیاری قطره‌ای که به دستور جناب آقای ندا امروز 5 شهریور ماه 1399 در خدمت جناب آقای دکتر ملتی، جناب آقای آذری نماینده محترم و آقای فرماندار عزیز و مدیر کل اداره اقتصاد و دارایی شهرستان استان خراسان رضوی هستیم در شهرستان قوچان، بخش روستای امام قلی، بخش باجگیران. بله بفرمایید آقای دکتر ملتی، لطفاً کارهایی که انجام دادیم خواهش کنم. بفرمایید جناب آقای آذری، استعداد دارم. بحث اینه که در همین روستای امام قلی میگن یه روستای محرومه و ما در اشتغالزایی مشکل داریم. کیفیت آب و خاک و هوای شهرستان قوچان برای تهیه و تولید به ویژه داروهای گیاهی و همین حوزه‌ای که الان هست، یه کوهی آمده، آره یه کوهی ببینیم مردم قوچان ببینن ما وقتی میگیم دارایی داریم. من نمیدونم چرا همش ما چسبیدیم به این نظام اداری فشل و همش میگیم نظام اداری. ما دارایی داریم. قرار بری شد آقای دکتر توضیح بدن. اولا که ما از آقای دکتر وعده گرفتیم 10 نفر از جوانهای تحصیل کرده رو که ما شناسایی میکنیم و بهش معرفی میکنیم از همین روستا اینو آموزش بدن. بعد خود دکتر هم توضیح میدن که با چه شروع کردن و چقدر الان درآمد دارن. من بهتون قول میدم که حداقل از 3-4 تا کارمند بیشتر درآمد داشته باشه. ما بایستی جوانها رو سوق بدیم به سمت استفاده از این اوضاع و احوال و این چی بگم، این سرمایه و منابعی که در اختیار ما هست و نادیده داریم میگیریم. بله بفرمایید جناب آقای دکتر. من ملتی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی، عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی. قبل از دوران بازنشستگی شروع کردم به این کار 6-7 سال پیش. الان این زمینی که واقعا یه زمین بایر و رها شده بود و زمین به لحاظ زراعی قابلیت چندانی نداره، در واقع ضعیفه، بیشتر حالت سنگلاخی داره. سنگایی که در آوردم از داخل این زمین ها نشون میدم. الان شما اینجا های کمتر جای دیگه بهتون نشون میدم که چقدر هاش سنگ بود. با این شرایط من تونستم اینجا رو در طول این 6 سال آباد کنم و اقتصادی کنم. آویشن یکی از محصولاتی که میکاریم، استا قدوس بینالودی یا مشهدی یکی دیگه از محصولاتی است که میکاریم، مریم گلی دارویی یکی دیگه از این هاست و چند گونه دیگه که در حد خیلی کم میکاریم اونها رو. به هر صورت من توصیه میکنم به دوستان و جوانان که اگر یک کاری رو با پشت کار و با فعالیت تمام و با وقت گذاری براش انجام بدن حتما موفق میشن. این گیاهای دارویی که صحبت ازشون کردیم اینا خیلی اقتصادی تر از محصولاتی مثل یونجه، گندم و سایر محصولات زراعی هستن. با این رویکردی که الان در کشور ما وجود داره برای گیاهان دارویی، بازار خرید، حتی بازار صادرات هم داره یواش یواش فراهم میشه. بازار خرید داخلی الان بسیار مناسبه و در چنین زمینی که به لحاظ زراعی واقعا بی ارزشه، یعنی زمین شیب داره، از همه طرف شیب، از چپ راست پای شمال جنوب همه طرف شیب داره. در چنین زمین هایی وجود داره که اگر آورده‌تون چقدر بود دکتر؟ آورده من همین حقوقم بود. با حقوقش چقدر؟ با حقوق هیئت علمی چقدره؟ با حقوقش آمده برداشت چقدر الان؟ چند برابر کارمنده؟ الان 10 تن محصول از 4 هکتار ما داریم برداشت میکنیم. هر تنی چیزی حدود 40 میلیون تومان درآمد. یه جوون تو شهر ما چی میخواد؟ شما 10 نفر از جوانهای روستا رو با همین تجربتون آموزش بدید. ما هم حمایت میکنیم، آقای فرماندار هم پای کار است. انشالله این سبک کارها بایستی ترویج بشه. من اصلا با همین همت، با همین دیدگاه اومدم که جوانها رو، دانشجوهای خودم رو تشویق کنم بیار اینجا. هنوز موفق نشدم. خدمت جناب آقای فرماندار محترم قوچان خواهش دارم صحبتایی بفرمایید در خصوص اشتغالزایی و این کارهایی که قرار انجام بشه.
شهرستان کوچان هم به لحاظ آب و هوایی هم به لحاظ ارزهایی که در اون وجود داره منطقه بسیار مستعد برای کشت گیاهان دارویی است. در حال حاضر هم در سطح کشور و هم در سطح دنیا بحث بازار گیاهان دارویی به خوبی داره جا باز میکنه. سهم بسیار بالایی رو در تولیدات مواد غذایی، دارویی و بهداشتی در کل دنیا گیاهان دارویی باز کرده و در آینده قطعا این مورد بیشتر خواهد شد. این عرصه‌ای که امروز در خدمت شما بزرگواران هستیم، در خدمت جناب دکتر ملتی که سرمایه‌گذار این طرح هستند، مربوط به عرصه‌های منابع طبیعی است که واگذار شده به این عزیز و بزرگوار و این کار بسیار خوب رو انجام دادن و بهره‌وری بسیار بالایی رو از این منطقه کشت کردن. ما بارها هم تاکید کردیم از این گونه عرصه‌ها در تمام شهرستان در همجواری روستاها بسیار فراوان داریم. آمادگی داریم عرصه‌هایی که مال منابع طبیعی هستن رو واگذار بکنیم. اساتید از جمله آقای دکتر ملتی و همچنین مجموعه فنی حرفه‌ای ما هم آمادگی لازم رو برای آموزش‌های لازم دارن. معین‌های اقتصادی ما بعضیاشون در عرصه گیاهان دارویی ورود بسیار خوبی رو کردن. فرصت و زمینه بسیار خوبی برای اشتغال هست که میتونه در آینده قوچان به عنوان یکی از قطب‌های بزرگ تولید گیاهان دارویی و بعد از اون هم صنایع تبدیلی و فراوریش ان شاءالله در سطح شهرستان ان شاءالله. درود بر شما جناب آقای مدیر کل. شما چه کمکی میکنین به شهرستان قوچان برای اشتغال زایی طرح‌های این مدلی؟ لطف میکنید بفرمایید. فکر می‌کنم که با این نگاهی که نماینده محترم و با این مدل درستی که ایشون مطرح کردن و این نمونه موفقی هم که دکتر همتی دارن اینجا زحمت میکشن، ملتی، این مسئله کاملا مشهود هست که ما توسعه استان رو از همین مسیر باید شروع کنیم، از بحث در واقع این داشته های خودمون و کمک هایی که دولت هم دقیقاً اون وقت میاد وظایف درستش رو انجام میده، بحث نظارت، حمایت و به جای سرمایه گذاری های مستقیمی که بعضا هم دچار خطا میشه توی سیاست گذاری اقتصادی، ما باید بیایم تا سمتی که بتونیم در نمونه هایی شبیه به همین نمونه موفقی که هست حمایت کنیم که مردم این منطقه، مردم این شهر توی همین حوزه‌ای که مثلا گیاهان دارویی که توی همین کوه ها بهترین نوعش عمل می اومده، تو همین بستر هم شون زحمت کشیدن و قطعا فکر میکنم هنوز نیمه راه هستن و مسیر بسیار خوبی رو از نظر اقتصادی، من حالا با توجه به نگاهی که خودم هم دارم، ایشون پیش رو دارن و براشون آرزوی موفقیت میکنم که بتونن توی اون مسیری که هم خودشون برنامه‌ریزی کردن هم جناب آقای نماینده و آقای فرماندار هم مطرح کردن انشالله حرکت کنن و باعث پیشرفت اقتصادی قوچان و منطقه و کل کشور بشه. انشالله. خیلی ممنون. توانا باشین دوستان و توانا بمانید. امیدوارم شما هم از منابع طبیعی، انرژی هایی که در طبیعت وجود داره استفاده کنید. واقعا کار آسونی هست. جناب آقای استاندار محترم واقعا تاکید کردن در این زمینه که در زمینه استفاده از خود خلاقیت خود افراد محلی و استفاده از این مسائل منابع طبیعی که وجود داره و خلاقیت خود روستایی ها و کاملا در این زمینه در قالب چارچوب مثلث اقتصادی تمام کمک ها و رفع بوروکراسی اداری انجام خواهد شد با کمک دوستان عزیز در استانداری و طرح جناب آقای استاندار محترم آقای رزم حسینی.